سلام به همه، اعترس هستم. خیلی خوش اومدید به قسمت سوم از آموزش ساخت یک ترک آپلیفتینگ ترانس. تا اینجای کار کیک و بیسمون رو به صورت کامل ساختیم و پروسس کردیم و توی این ویدیو قصد داریم بریم سراغ اضافه کردن بقیه اجزای درامز و پرکاشنمون و طی پروسسشون بهتون یه سری تکنیک‌های مهم در مورد چیدن نوع ریتمشون، همچنین بازی کردن با ولاسیتی‌ها و در نهایت هم میکس کردنشون رو آموزش بدم. فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو مطمئن شید حتما توی کانال سابسکرایب کرده باشید و فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. بریم سراغ آموزش. خیلی سریع یه بار چیزی که تا اینجا ساختیم رو با هم بشنویم. قبل اینکه بریم سراغ اضافه کردن درامزمون، اولین بیسمون که مین بیسمون هسته، احساس میکنم تاپش رو خیلی بوست کردیم و یه مقدار کثیف شده. به نظرم بهتره که یه مقدار با این قسمت نهاییش بازی کنیم و شاید بهتر باشه حتی کمترش بکنیم. آره الان به نظرم بهتره. حالا در ادامه اگه لازم شد باز تغییرات بیشتری روی صدا به وجود میاد. خب حالا بریم سراغ اضافه کردن بقیه اجزای درامزمون، چون الان از اجزای درامز فقط کیک رو داریم، ولی خب برای کامل کردن ترکمون به های هت هامون نیاز داریم، شیکر هامون، همچنین صدای کلپ هامون و بقیه پرکاشن هایی که ببینیم حالا چی میتونیم پیدا کنیم. دقیقاً میرم توی همون پوشه. راستی یکی از بچه‌ها ازم سوال کرده بود در مورد اینکه چطوری این سامپل ها رو انتخاب میکنید، در واقع چطوری متوجه میشی که بهترین صدای ممکن چی هست. سوال خیلی خوبی هست، چون انتخاب صدا مسئله خیلی مهمی هست. چون اگه از همون ابتدا بهترین صدای ممکن رو برای ترکمون انتخاب کنیم، قطعاً توی میکسرمون پروسس کمتری روی هر صدا نیاز داریم و در نهایت هم کیفیت کارمون خیلی بهتر خواهد. اما چطوری میتونید این کار انجام بدید؟ تنها راه حلی که میتونید گوشاتون رو قوی کنید که بتونن تشخیص بدن بهترین جنس صدایی که دنبالش میگردید چی هستش. مثلا بهترین کیک کدومه براتون توی سامپل پک ها، بهترین های هت کدومه، یا کلپ یا بقیه صدا. رفرنس گرفتن از ترک های پرودیوسر خیلی حرفه‌ای‌تر از خودتون هستش. یعنی پیشنهاد من اینه که برید فقط تا میتونید با دقت خیلی زیادی موزیک گوش بدید و منظورم از موزیک گوش کردن اون تایم‌های خالیتون نیستش، بلکه هم زمانی که دقیقاً شروع میکنید کارتون رو به ساختن سعی کنید 3-4 تا ترک رو به عنوان رفرنس در نظر بگیرید و برای انتخاب کردن صدای درست سعی کنید از اون ترک ها کمک بگیرید. مثلا میخواید برای ترک خودتون کیک انتخاب کنید، برید اول 3-4 تا ترکی که انتخاب کردید رو گوش کنید و فقط فوکوس کنید روی صدای کیکش. ببینید جنس کیکی که استفاده میکنن به چه شکلی هستش و دونه به دونه قسمت‌های کیکش رو بررسی کنید. ببینید کیکش چقدر اتک داره، چقدر ساب داره، چقدر طول کیکش هستش و کلا چه جنسی رو استفاده کرده، میزان صداش به چه اندازه‌ای هستش. تمام این مباحث رو فقط با رفرنس گرفتن از ترک های پرودیوسرهای حرفه‌ای میتونید یاد بگیرید. دقیقاً رویه‌ای هم که من این کارو انجام میدم همیشه همین هستش. 3-4 تا ترک از بهترینا رو انتخاب میکنم که دقیقاً همون ژانر و همون سبکی که میخوام کار بکنم هستش و سعی میکنم به صداش گوش کنم. به مرور که این کارو انجام بدید، به تمام اجزای مختلف صدای همه ترک رو گوش کنید، گوشاتون تقویت میشه و میتونن خیلی راحت بهترین گزینه‌های مناسب رو برای ترکتون پیدا کنن و خیلی کیفیت کارتون بالاتر خواهد رفت. پس حتما این کار انجام بدید. این صدایی که من انتخاب کردم دقیقاً به همین روش بوده. حالا چنل رکمون رو باز کنیم، بریم توی سکشن درامزامون. تمام درامزایی که نیاز داریم رو برداریم، با های هت ها شروع کنیم. برای کلوز های هت هامون که قرار ریتم سریع‌تری داشته باشن، به نظرم این دوتا گزینه خوبی هستن. یکیشون خیلی وایده، یه جورایی دیلی شده بین اسپیکرها، یکیشون یه مقدار مونوتره و با هم به نظرم جنس خوبی رو تشکیل میدن. برای اوپن های هتمون هم این گزینه مناسبیه. صدای کلپمون این هم فکر میکنم برای کلپ مناسبه و اما شیکر. بریم کارهای اینا رو انجام بدیم، ریتماشون رو بچینیم، پترناشون رو بسازیم، بفرستیمش به میکسر و ولومش هم اوکی کنیم. بعد یه سری لوپ هم اینجا داریم که گزینه‌های مناسبی هستن. اونا رو هم میاریم توی محیط پلیلیستمون و با هم میکسشون میکنیم که ترکمون جذاب‌تر بشه. اول از همه من خیلی سریع اسما رو درست میکنم
حالا شیفت رو نگه می‌داریم، تمام صدا رو انتخاب می‌کنیم، میریم توی میکسر، اینجا کنترل شیفت و ال رو میزنم تا تمام صداهام فرستاده بشن به میکسرهای مخصوص خودشون. بریم با همون کلوز های هتمون شروع کنیم. من برای بچه‌ها هر صدا دوست دارم که یه پترن جدا بسازم، دوست دارم همه رو توی پترن بچینم که بعداً بتونیم توی قسمت‌های مختلف ترکمون هر جایی که لازم شد جاشون رو تغییر بدیم و انتخاب کنیم کجا هر کدوم قرار بگیرن. در مورد چیدن ریتم های هتامون، کلوز های هتامون، یه تکنیک خیلی خوب میخوام بهتون نشون بدم. اگه دقت کرده باشید من 2 تا صدا رو انتخاب کردم و نمیخوام دقیقاً جفتشون رو به یه شکل بچینم و میخوام از 2 تا پترن مختلف برای ریتمشون استفاده کنم. یکی رو میخوام به این صورت بچینم و پایین رو میخوام قسمت انتهاییشو قرار بدم. اینطوری الان اگه پلی کنم البته صداشون میدونم خیلی زیاده، یه مقدار کمترشون بکنیم. میبینید صدا با هم یکی نیستن و یه مقدار تفاوت دارن، انگار که واقعا 2 تا های هت مختلف داره همزمان با هم اجرا میشه که این خودش کمک میکنه ترکتون جذابتر بشه توی صدای درامزاتون. اما کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم که صدامون جذابتر بشن، این رو سولو میکنیم، میریم توی قسمت پیانو رول. کاری که میخوایم بکنیم بازی کردن با ولاسیتیه که یه مقدار اون داستان هیومنایز کردن یا حالت انسانی رو توش به وجود بیاریم که انگار یه درامر داره اجراش میکنه، نه اینکه با کامپیوتر کاملا صدای دیجیتالی استفاده شده. بعضی از های هت ها رو بیشتر ضربایی که زیر کیک میخوره رو صداشو کمتر میکنیم تا این جایی که دیگه کیک وجود نداره یه مقدار صدا بیشتر باشن. دقیقاً همین کارو برای بقیه هم انجام میدیم. لازم نیست دقیقاً همه مثل هم باشه، اتفاقا بهتره که هر کدوم رو جدا انجام بدید، یه مقدار کم و زیاد باشن که باز هم بیشتر اون حالت انسانی رو پیدا کنه. با این کار ترکمون زنده تر میشه و اون حالت طبیعی توش به وجود میاد. برای این یکی های هتمون میتونیم ضربای دومش صداشو کمتر کنیم یا حتی بعضی‌ها رو به این شکل بچینیم. این هم شد از این. کار بعدی که انجام میدیم ما تمام میزان ورودی صدامون رو روی منفی 15 برای درامز همون میخوایم بچینیم که البته از اونجایی که یه مکسیمایزر روی مسترمون باز کردیم و هولوش اگه اشتباه نکنم منفی 5 دی بی داره صدامون رو بوست میکنه، یعنی میکشه بالا، یعنی اینجا باید صدامون روی منفی 10 قرار بگیره. و این مسئله رو بگم بچه، این کاری که من اینجا انجام میدم سیگنال ورودی صدام رو، یعنی میزان ورودی صدام، اینپوت گینم رو دارم تعیین میکنم بین منفی 15 تا 12 باشه. برای آوتپوت گینمون ما توی میکسر تصمیم میگیریم، یعنی الان من تمام این صدایی که فرستادم اینجا میزان ورودی صداشون رو روی یک لول قرار میدم، ولی بعد اینکه تمام صدامو چیدم میام از اینجا حالا نسبت به سلیقه خودم هر صدایی که دوست دارم بیشتر شنیده بشه رو بیشتر اینجا میگیرم، اونایی که میخوام رو کمتر میکنم و میزان خروجی صدامون رو، میزان نهایی رو از اینجا در نظر میگیریم. فقط سیگنال ورودی صدامون رو از اینجا رو اون عدد مشخصی که میخوایم در نظر میگیریم. پس این مسئله رو در نظر داشته باشید. این شد از کلوز های هتمون. بریم سراغ اوپن های هتمون. یه پترن هم برای این میسازیم. اوپن های هت هم مشخصه چطوری میخوایم ریتمش رو قرار بدیم. قراره به این صورت باشه، همون حالت آف بیت رو داشته باشه. اول ولومش رو اوکی کنیم. برای ولاسیتی اوپن های هتمون چون یه دونه کلا ضرب میخوره نیاز نیست کاری رو انجام بدیم. بریم سراغ شیکرمون. خب برای شیکر میخوام یه کار جالبی انجام بدم، چون صدای شیکرمون هم از لحاظ فرکانسی خیلی نزدیکه به های هتمون و همچنین از لحاظ ریتمی هم قراره خیلی مثل های هت ها اجرا بشه. تکنیکی که میتونیم انجام بدیم و به کار ببریم که این صداها با هم تداخل نداشته باشن و از یه لحاظای باز هم ترکمون همون حالت انسانی طور رو بیشتر داشته باشه، کاری که میتونیم بکنیم استفاده از سوینگ، یعنی میتونیم بعضی از نوتامون رو دقیقاً روی همون ضرب اولیه قرار ندیم و یه مقدار از اون حالت کوانتایزش خارجش کنیم و همین موضوع باعث میشه که اون حالت درامر واقعی، انگار که واقعا درامر داره اجراش میکنه، چون شما قطعاً اگه بهترین درامر رو هم بیارید نمیتونه تمام ضربا رو دقیقاً درست بزنه. پس همین کارو می‌خوایم انجام بدیم. ریتممون به این صورته. میتونیم مثلا این رو یه مقدار بیاریمش عقب‌تر و یه همچین چیزی رو ایجاد کنیم. ولاسیتیش رو هم یه همچین چیزی در نظر میگیرم. دقیقا همین رو کپی میکنیم، یه کوچولو هم بقیه رو یه تغییری بهش میدیم تا یه مقدار باز هم از هم متفاوت بشن. همینطور که میبینید خیلی صدامون جذاب‌تره. حالا اگه همین رو بیاریمش توی محیط پلیلیستمون قرار بدیم و همراه با کلوز های هت فقط به صورت سولو بشنویمش،
می‌بینید صداهامون دیگه با هم یکی نیستن، دقیقاً روی یک ضرب نمیخورن و یه جورایی با این تکنیک تونستیم صدای شیکر و های هتمون رو که دارن دقیقاً یک ریتم اجرا میکنن و از لحاظ جنسی هم خیلی به هم نزدیکن رو خیلی راحت با این تکنیک از هم جدا کنیم. خب حالا کاری که میخوام بکنم میکس کردن میزان صداها با بقیه اجزای ترکمون هستش که کیک و بیسمون هستن. من کل صدا رو همراه با هم اجرا میکنم و شروع میکنم فیدرها رو میارم بالا تا اون میزان درستشون رو انتخاب کنم. در حال حاضر همین خوبه. من کلپمو فراموش کردم که اضافه کنم. بریم با هم کلپمون هم اوکی کنیم. خب یه پترن براش ساختیم، کلپمون رو از قبل اضافه کردیم و کلپمون هم مشخصه دیگه روی ضربای دوم قرار بخوره. میزان ورودی صدامون رو درست کنیم. حالا بریم اون لوپایی هم که گفتم رو خیلی سریع اضافه کنیم. خب من لوپا رو اضافه کردم، رنگ بندی و اسمشون هم درست کردم. فقط مسئله ای که هست اگه الان بریم توی قسمت چنل رک می‌بینیم این صدامون به عنوان آدیو شناخته میشن چون ما مستقیم انداختیمشون توی پلیلیست. کاری که میکنم آلت رو نگه میدارم، جی رو میزنم و اینجا درامز رو تایپ میکنم. تمام صدامون میذاره توی دسته درامزی که از قبل ایجاد کردیم. حالا میایم اینجا کنترل شیفت و ال رو میزنیم تا هر سه تاشون فرستاده بشن به همون میکسرها. خیلی سریع دقیقاً همون کاری که برای بقیه اجزای درامزمون انجام دادیم برای این لوپ ها هم انجام بدیم که پرکاشن لوپ هامون هستن و میزان والیومش با بقیه صدامون میکس کنیم. بعد بریم سراغ کار کردن روی دونه به دونه صدامون و هر کدوم رو اکولایز کنیم و کارهای لازمش رو انجام بدیم. اینا شدن اجزای درامزی که برای شروع کارمون بهشون نیاز داریم. در واقع درامز پرکاشن استانداردی که توی این ژانر خیلی مرسومه. همین سبک ریتم کلوز های هت رو داره همه ترک ها، اوپن های هت، کلپشون هم دقیقاً همین جنسه، یه همچین شیکری هم دارن و پرکاشن لوپ هم برای کامل تر کردن بازهای فرکانسیمون هستش که هم ریتممون رو کامل تر میکنه هم ترکمون کلا یک بیت جذاب تری میشه. اما مسئله مهم اینجاست که تمام این صدا قطعاً داره کلی فرکانس های اضافه هستن، مخصوصا صدای های هت هامون، شیکرمون و همچنین لوپ هامون. و مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که مطمئن شیم با استفاده از اکولایزر فقط اون محدود فرکانسی که از هر صدا نیاز داریم رو نگه داریم و قسمت‌های اضافه‌شو حذف کنیم که صدا هم با هم درگیر نشن هم با بقیه صداهامون اختلالی پیدا نکنن. خب دقیقاً این کار رو با هم انجام بدیم. اول از همه کلوز های هت هامون یه نگاهی بندازیم ببینیم به چه شکلی هستن. این صدا رو دقت کرده باشید وقتی پلیش میکنم میبینید تمام جنس اصلی و بدنه اصلی صدا از این قسمت انتهایی میاد، ولی اینجا کلی فرکانس دیگه، حتی اینجا هم دقت کنید یه ردهای قرمز رنگی دیده میشه که عملا بهش نیاز نداریم. حالا کاری که میکنیم اینه که با استفاده از لوکات قسمت‌های اضافی ازش حذف میکنیم. و این رو من تا جای جلو میبرم که جنس صدامون جنسی که میخوام کماکان حفظ بشه، یعنی صدامون فرکانس های اصلیش حذف نشه، فقط اون فرکانس هایی که واقعا نیاز نیستش رو ازش حذف کنیم. الان اینجا به نظرم گزینه مناسبی هستش. بریم سراغ صدای بعدیمون، دقیقاً همین کار رو براش انجام بدیم. این صدامون یه مقدار مید و های مید هم داره که وقتی حذفش میکنیم اون جنس اصلیشو از دست میده، پس زیاد نمیتونیم جلو بریم. همین اینجاها به نظرم هولوش 400 500 هرتز خوب باشه. اینم شد از این صدامون. بریم سراغ اوپن های هتمون. راستش بخواید اوپن های هت رو خیلی دوست ندارم، اینجا یکی دوتا دیگه شنیدم. به نظرم از این دوتا استفاده کنیم خیلی بهتره. من خیلی سریع این دوتا رو جایگزین میکنم. این دوتا با هم جنس خیلی بهتری رو بهمون میدن و جفتشون هم فرستادم به یه میکسر چون دقیقاً یه کار رو میخوایم روشون انجام بدیم. فقط صداشو کمتر میکنم. این هم فرکانس های اضافهشو حذف میکنیم. توی اوپن های هت ها بچه‌ها خیلی حواستون باشه، اوپن های هت جزء اصلی ترین اجزای درامز توی این سبکه چون داره به صورت آف بیت اجرا میشه و توی درامزمون حرکت اصلیه رو داره به ترکمون میده. پس خیلی ازش کات نکنید، سعی کنید لو مید و مید رو هم توش نگه دارید که قشنگ اوپن های هتتون توی کارتون شنیده بشه.
حتی به نظرم میتونیم یه مقدار محدودیت بالاییش رو بوست کنیم. برای بوست کردن بچه‌ها من بیشتر دوست دارم که از اکوالایزرهای شبیه ساز آنالوگ استفاده میکنم، چون برای بوست کردن خیلی گزینه‌های بهتری نسبت به اکوالایزرهای دیجیتال هستن. کاری که میکنم مگ EQ رو که یه شبیه ساز آنالوگ از پکیج پلاگین آلیانس روی 40000 هرتز میذارم. همونطور که اینجا دقت کنید یه حالت های شلف داره، از اون فرکانس‌های بالا شروع میکنه صدامون رو میکشه بالاتر و منطقه ایرمون رو بوست میکنه، میذاره صدامون یه مقدار شفافتر بشن. الان جنس اوپن های هتمون خیلی بهتر شده. قبل و بعد پروسسش رو با هم بشنویم. می‌بینید بعد پروسس هم صدامون شفافتر شده، اصطلاحاً پرزنت‌تره، همون فرکانس‌های پایینش هم ازش حذف شده. حالا بریم سراغ کلپمون. برای کلپمون نیازه که یه مقدار پروسس بیشتری انجام بدیم، چون اگه همه صدا رو با هم بشنویم ببینید صدای کلپ هم اونطور که باید سوار کار نمیشه و کلپ هم توی این ژانر مخصوصا و توی خیلی از ژانرها جزء صدای اصلی هستش که باید حتما روش کار بکنید و وقت بذارید. برای کلپمون من صدای کیک رو بیارم و با کیک بشنویمش. ساب بیس هم میتونیم اضافه کنیم. این اکوالایزر مناسبه براش. کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم بچا کمپرس کردن صدا هستش. دقیقاً اگه خاطرتون باشه زمانی که داشتیم کیک رو میساختیم گفتم اگه کیکتون اون اتک لازم رو نداره میتونید مثلا از SSL باس کمپرسور که از پکیج ویوز هستش استفاده کنید، یا هر کمپرسور دیگه هم میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. کاری که باید بکنید که اتکتون رو زیاد بگیرید که اون قسمت اولیش دست نخورده باقی بمونه. ریلیز رو چون تمپومون بالاست کمتر میکنیم، ریشیو رو بین همون 2 تا 4 قرار میدیم، میکاپ روی 0 قرار میدیم، ترشولد رو بیشتر میکنیم تا یه مقدار شروع کنه به کمپرس کردن. کاری که میکنه کمپرسوری که اون قسمت میانی به بعدمون رو، یعنی بعد اتکمون رو یه مقدار میکشه پایینتر، بدنه اصلی صدا رو، اون حجمش رو، و اتکش رو دست نخورده باقی میذاره. چون ما اینجا اتکمون رو 10 میلی ثانیه قرار دادیم، یعنی در واقع کمپرسور 10 میلی ثانیه از صدامون رو کمپرس نمیکنه، بهش دست نمیزنه، بعد 10 میلی ثانیه شروع میکنه به کمپرس کردن. این کار باعث میشه که یه مقدار اتکمون بیشتر بیاد بیرون و توی ترکمون بیشتر شنیده بشه. با هم این کار رو انجام بدیم. الان خیلی بهتر شد جنس صدامون. کار دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اضافه کردن ریورب هستش و همچنین یه تکنیک دیگه هم استفاده از ترانزینت هستش. ترانزینت مستر رو من استفاده میکنم از پکیج نیتیو اینسترومنت هستش، ولی شما میتونید SPL هم استفاده کنید، همین ترانزینت دیزاینر، یا اینکه میتونید از خود ترانزینت نرم افزار استفاده کنید، یه همچین اسمی داره، دقیقاً همین کار رو انجام میده. یه کوچولو میتونیم اتک رو بیشتر کنیم. می‌بینید اتکمون بیشتر میشه، از سوستینمون کمتر میشه که جنس صدامون خیلی بهتر میشه. کار بعدی که انجام میدیم ریورب هستش که مقدار بیشتر سوار میکسمون بشه کلپمون و بیشتر برای صدای درامز و صدایی که بیشتر فرعی مانند هستن من از ریورب و دیلی استاک خود نرم افزار استفاده میکنم، ولی برای صدای اصلیمون جایی که به لیدها و پدها و صدای اصلیمون برسیم بیشتر میریم سراغ استفاده کردن از پلاگینایی مثل والهالا وینتج ورب یا حتی آرت آکوستیک ریورب. اولین کاری که میکنیم دیکیمون رو کمتر میکنیم، بتم رو کمتر میکنم. لوکات قطعا صدای پایینمون رو نیاز نداریم، رولش 600 قرارش میدم. و دیلی هم زیادتر کردم برای اینکه ریورب دقیقاً از همون ضربه اولش نخوره و اون اتکی که کلی روش کار کردیم رو از بین نبره. دیلی رو بیشتر میکنیم، یعنی اتک کلپمون میخوره، بعدش ریورب وارد میشه که همین باعث میشه صدامون همون حالت کیفیت لازمش رو داشته باشه. الان خوب هستش، همینقدر کفایت میکنه برای ریوربمون. و همون کار دیگه که روی کلپمون میتونیم انجام بدیم دقیقاً همون کاری که برای اوپن های هد انجام دادیم اینجا میتونیم انجام بدیم. یه مقدار میتونیم فرکانس های بالاش رو بیشتر بکشیم بیرون.
فقط مسئله مهم اینه که بچه‌ها وقتی از اکولایزر استفاده میکنید و بوست میکنید همیشه یادتون باشه اکولایزر میزان صدامون رو هم میکشه بالاتر، چون داریم ما یه فرکانسی رو به صدامون اضافه میکنیم. توی مگ ایکیو از اینجا میتونید آوتپوتتون رو کمتر کنید. الان من منفی 1 دی بی کمش کردم، در نتیجه صدامون برگشت به همون حالت اولیه، فقط قسمت‌های انتهای فرکانس‌های بالاییش بوست شد که شفافتر شد، توی میکسمون بهتر سوار بشه. حالا همه رو با هم در قالب کل صدا بشنویم. صدای اوپن های هتمون در قالب کل کار وقتی شنیدیمش صداش خیلی کم هستش. کاری که من کردم نورمالایزش کردم. کاری که انجام میده نرم افزار میاد بالاترین پیکمون، اون پیک نهاییه رو توی این صدامون که اگه اشتباه نکنم اینجا این هستش رو انتخاب میکنه و کل صدا رو به نسبت اون میرسونه به میزان 0 دی بی که بالاترین میزانش هستش و همین باعث میشه که صدامون به اون مکسیموم برسه ولی دیستورت نشه. اینم پس شد از کلپمون. حالا بیایم سراغ شیکرمون. اولین کاری که طبق معمول همون اکولایز کردن هستش. همینجا من قرارش میدم. حالا کار جالب دیگه که مثلا با شیکرمون میتونیم انجام بدیم بچه‌ها، نرم افزار FL Studio یه استریو شیپر داره که صدامون رو اجازه میده یه مقدار دیلیش بکنیم که هم باعث میشه بازتر بشه، هم اون صدای اصلیمون فرستاده میشه به یه اسپیکر دیگه و از بقیه صداها جدا میشه. 4 میلی ثانیه من صدامو دیلی بهش دادم و همین باعث میشه اجزای درامزمون از هم یه کوچولو جدا بشن. حالا بریم سراغ لوپ هامون. برای لوپ هامون اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یه باس جداگانه بسازم و همیشه برای باس هم از این فولدر استفاده میکنم که بتونیم خیلی راحت تشخیصش بدیم. هر ستا رو انتخاب میکنم و این پایین Route to this track only رو میزنم که هر ستاشون وارد این باسه بشن و این باسمون هم میاد توی کل باس نهایی درامزمون. خب کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که هر ستا رو الان سولو کنیم، با هم میتونیم اکولایزشون کنیم. دقیقاً لوپ همون بچه قرار بیشتر فرکانس های میانی رو برامون پر کنن، یعنی ما تا به اینجای کار کلی های هت و شیکر داریم که دقیقاً دارن این فضای بالاییمون رو، محدوده بالاییمون رو پر میکنن. حتی خودمون هم با اکولایزر دیدید بعضیا رو صداشو بوست کردیم قسمت نهاییش رو. اگه بخوایم این محدوده از لوپ ها هم استفاده کنیم قطعاً صدامون از لحاظ فرکانسی با هم تداخل پیدا میکنن. فقط ما قراره که این قسمت هایی استفاده کنیم که صدای خودمون تقریباً توی این محدوده فرکانس زیادی نداشتم. پس این تکنیک خیلی خیلی مهمی هستش. میبینید کلی محدوده بالایی و پایینی فرکانس داره که وقتی اکولایز میکنیم از بین میره. این دقیقاً چیزی هستش که ما بهش نیاز داریم. کار دیگه ای که میتونیم انجام بدیم اینه که یه مقدار به تمام لوپ هامون ریورب بدیم. فقط میزان دیکیش رو خیلی کم میگیرم من. ریورب کاری که میکنه بچه‌ها هم صدامون یه مقدار زنده تر میکنه، هم از طرفی هم یه مقدار صدامون رو بیشتر هول میده به سمت پشت که عمق ترکمون بیشتر میشه. همین باعث میشه که درامزامون خیلی بهتر سوار کار بشن. و در نهایت هم کاری که انجام میدیم بچه‌ها سایت چین کردن هستش که برای خیلی از اجزای درامزی که خودمون ساختیم من میخوام این کارو انجام بدم، ولی یه دونه روی باس همین قرار میدم که مطمئن بشیم قسمت ابتدایی لوپ هامون با کیکمون درگیر نشه، چون دقیقاً کیکمون داره جایی میخوره که اینجا هم صدای پرکاشن ها وجود داره. دقت کرده باشید دقیقاً از همون ضرب اول صدا وجود داره. پس با استفاده از سایت چین میتونیم کاری کنیم که این ضرب اولیه‌اش با کیکمون تداخلی نداشته باشه. اینم شد میکس کردن صدای لوپ هامون. حالا کار بعدی که انجام میدیم یه باس دیگه میسازم، من اسمشو میذارم درامز سایت چین. صدایی که میخوایم سایت چین کنیم مثل کلوز های هتا و شیکرمون رو میفرستیم به این باسی که ساختیم و اینجا اون پلاگین سایت چینی که میخوایم رو میتونیم از همین قبلی استفاده کنیم. من سیو پریست از رو نگه میدارم، میکشم میندازمش روی این باسی که ساختیم. الان اگه فقط من این رو اجرا کنم میبینید اون قسمت اولیه صدامون رو اگه این رو بزنیم مشخص میکنه برامون. اون هایت هایی که اون اول میخورن رو صداشو میکشه پایینتر که با اون اتک کیکمون درگیر نشه. این صدا بچه صدایی که با محدوده‌ای که اتک کیکمون قرار داره، اون ضرب اولیه کیکمون درگیر میشن. پس سایت چین گزینه خوبی هستش، ولی یه مقدار میتونیم ولومش رو کمتر کنیم که دیگه خیلی هم زیاده روی نکرده باشیم. الان خوبه. تمام صدا رو در قالب کل کار بشنویم ببینیم تا اینجای کار به کجا رسیده کارمون.
ببینید من اینا رو غیر فعال و فعال کردم. خودتون احتمالاً تغییر رو حس کردید که چقدر با اینکه فقط ما یه اکولایز خیلی کوچیک اضافه کردیم، روی بعضی از صدامون یه مقدار بیشتر پروسس استعمال کردیم، چقدر صدامون تغییر روشون ایجاد میشه. پس این مسئله خیلی مهمه. سعی کنید روی صداتون از لحاظ فرکانسی کار کنید که دقیقاً اون قسمتی که نیاز دارید رو ازش بردارید و کارهای مثل سایت چین کردن گزینه‌ای که میتونید کیکتون رو ترتمیزتر توی کارتون نگه دارید که دقیقاً هیچ چیزی زیر کیکتون نخوره. و اما آخرین کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که تمام درامزمون رو با استفاده از همون مگ EQ یه مقدار اون منطقه بالاییش رو باز بیشتر بوست کنیم که شفافیت درامزمون بیشتر بشه. خوبیه بچه‌ها اکولایزرهای آنالوگ اینه که مثل پارامتریک EQ یا فاب فیلتر پرو کیو خیلی زیاد بوست نمیکنن. یعنی این اکولایزر اگه شما مثلا 2 دی بی این قسمت انتهاییشو بیارید بالا خیلی صدا رو بوست میکنه، ولی خب با چیزی که 2 دی بی که اینجا مثلا با مگ EQ انجام دید خیلی تفاوت داره. این پلاگینا خیلی تو بوست کردن زیاده روی نمیکنن و همون میزان کم رو انجام میدن. همین باعث میشه که صداتون خراب نشه و فقط اون فرکانسایی که نیاز داره بهش اضافه بشه. تمام کاری که تا اینجای کار نیاز داریم انجام بدیم همینا هستن. الان به نظرم درامز و پرکاشنمون خیلی اون ریتمی که می‌خوایم رو بهمون دارن میدن و میتونیم بریم سراغ بقیه صدامون. حالا بعداً زمانی که دیگه شروع می‌کنیم رسما به تنظیم کردن پروژهمون، یعنی قسمت‌های مختلف رو میسازیم. بچه این فرم تنظیم که می‌بینیم بالا قرار داره، قسمتایی که من مشخص کردم برای این ترک نیستش، کلاً توی پروژه تمپلیت هم وجود داره. اینا رو توی قسمت‌های نهایی بعد اینکه صدامون کامل شد تغییر میدیم جاهاشون رو و اونطوری که می‌خوایم درش میاریم و شروع می‌کنیم رسما به چیدمان قسمت‌های اینترو، بریکمون، بیلداپ هامون، همچنین دراپ هامون و در نهایت ترکمون رو به صورت کامل قسمت‌های مختلفش رو کار می‌کنیم روش. در حال حاضر به نظرم اینجا نقطه مناسبی هستش برای درامز و پرکاشنمون و میتونیم بریم سراغ صدای بعدیمون. خیلی ممنون که این ویدیو رو هم تا انتها تماشا کردید. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگه اینطور هست لطفاً ویدیو رو لایک کنید و حتما اگه دوست دارید قسمت‌های بعدی رو تماشا کنید توی کانال سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید. تا قسمت بعدی و ویدیوهای بعدیمون می‌بینمتون.